خیلی خوش اومدین. اگه دلتون یه تابستون سحرآمیز میخواد بهتون تبریک میگم، چون درست همون جایی هستین که باید باشین. خب بیاین اول از همه دیدمون رو به تابستون عوض کنیم. تابستون فقط گرمای هوا نیست، بلکه یه دعوتنامه از طرف زردترین فصل، نور خورشید، صدای دریا، بوی چای ماچا و قلبی که دلش ماجراجویی میخواده. پس بیا با هم 7 ایده برای داشتن یه تابستون جادویی رو اجرا کنیم. ایده شماره 1، دفترچه طلسم خوشبختی. یه دفتر مخصوص برای خودت درست کن و حالا بگو ببینم آیا به جادو باور داری؟ توی این دفتر رویاهایی که میخوای یه مثال واقعی بشن رو بنویس و میدونی راز این دفتر چیه؟ هر صفحه از این دفتر یه طلسمی داره که با هر بار نوشتن روزها اونها رو برآورده میکنه. و در کنار اون چیزهایی که بابت داشتنش خوشحال هستین و همینطور دلخوشی‌های کوچیک روزانه‌تون رو هم بنویسین و این باعث میشه طلسم خوشبختی ابدی براتون فعال بشه و مرور دلخوشی‌ها بیشتر و بیشتر بشن. ایده شماره 2، خوندن کتاب‌هایی که بوی تابستون میدن. در کنار کتاب‌هایی که به یادگیریتون کمک زیادی میکنه، میتونین کتاب‌هایی رو که روحتون رو نوازش میکنه و به رویاهاتون بار پرواز میده رو بخونین. کتاب‌هایی مثل خونه کنار دریا و یا یک فنجان چای در باغ ژاپنی. ایده شماره 3، ساختن پلیلیست احساسات. این پلیلیست شامل موزیک‌هایی میشه که با گوش دادن بهشون خورشید بهتون لبخند میزنه و همون موسیقی‌هایی که باعث میشن میون این همه نگرانی بابت آینده راجع به آرزوهاتون رویا ببافین و لمسشون کنین. ایده شماره 4، یه مهارت جادویی یاد بگیر مثل دوختن، دفترچه دستساز، طراحی، عکاسی و یا نقاشی. یه مهارت که باعث میشه از زمان و مکان جدا بشید، طوری که انگار خلاقیت در انگشتات جریان داره. ایده شماره 5، خاطرات اکلیلی. برای این بخش بهتون پیشنهاد میکنم به یه مکان تفریحی کاملا ناآشنا و بدون برنامه‌ریزی قبلی بریم و احتمالاً کلی اتفاقات هیجان انگیز رخ بده و میتونین از این لحظات یه بلیط شخصی بگیرین. میتونین یه روز رو بدون تلفن هوشمند بگذرونین و ذهنتون رو سرشار از ایده کنین. از کجا معلوم؟ شاید در آینده با خودتون بگین همه چیز از اون روز شروع شد. میتونید با پیاده روی مسیرهایی رو کشف کنید که قبلا ازش بیخبر بودید و میتونید شبها با خانواده و یا با دوستانتون کلی بازی‌های بامزه و فکری انجام بدین و یا با کلی خوراکی به یه پیکنیک برید. و بالاخره رسیدیم به ایده مورد علاقه من، یعنی ایده شماره 6، تبدیل شدن به شف و کلاه آشپزی به سر کردن. کارهایی مثل درست کردن بستنی‌های دستساز، دسرهای خوشمزه، آب میوه‌های طبیعی، آیس کافی‌ها و درست کردن ژله‌های خاص و تزیین کردنشون. همینطور میتونین غذاهای دیگر کشورها که همیشه دلتون میخواست امتحانشون کنید رو درست کنید و با این کارها میتونین لحظات خوشمزه‌ای رو برای خودتون خلق کنید. و اما رسیدیم به ایده آخر، یعنی ایده شماره 7، تماشای زیبایی‌های طبیعت. میتونین یه روزی رو از تابستون مشخص کنید و با خودتون قرار بذارید و شاهد طلوع و غروب خورشید باشید و یا حتی دیدن آسمون پرصدای شب که از لذت زیادی برخورداره. تادا! و اینم از تابستون ترین ایده‌هایی که میتونستن از ذهن من و یه فنجون ماچا بیرون بپرن. حالا وقتشه که یه ایده رو انتخاب کنی و بری توی دلش. راستی اگه این ویدیو یه لبخند روی لبت آورد، چطوره که یه سابسکرایب خوشگل مهمونم کنی؟ و اینو یادت نره که توی گرمای تابستون هم جا برای لبخند بیشتر هست. و تا ویدیوی بعدی، خدافظ.